گلچین هفته. سلام. 66مین برنامه گلچین هفته را با پیش درآمد ماهور اثر درویش خان آغاز می‌کنیم. این پیش درآمد زیبا را گروه نوازندگان فرهنگ و هنر به سرپرستی فرامرز پایور اجرا کرده است.
در 10مین جشن هنر شیراز که در شهریور ماه گذشته برگزار شد، موسیقی اصیل ایرانی جای خاصی داشت و سرتاسر باغ حافظیه از انبوه دوستداران موسیقی موج می‌زد. یکی از این برنامه‌ها اجرای بی سابقه دستگاه راست پنجگاه به همت و هنرنمایی شجریان، لطفی و فرهنگفر بود. در برنامه امروز گلچین هفته قسمت آخر آن اجرا را که قطعه‌ای ضربی در دستگاه راست پنجگاه است برای شما پخش می‌کنیم. در ازل در تو به حسنت، در ازل در تو به حسنت ز تجلی دلم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. جان البی هوس چاه زن است دان تو داشت، دستت حلقه آن زلف خمم در خم زد. میخواست که از آن شعله چراغ افروزد، برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد، برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد. به گردش فروردین نام تصنیفی است از هنرمند ارجمند امیر جاهد که با تنظیم فرامرز پایور و با صدای سروش ایزدی اجرا شده است.
به او که محبوب
گذشته گلچین هفته آثار متنوعی از استاد ابوالحسن صبا شنیده اید. صبا علاوه بر آنکه در نوازندگی سازهای گوناگون استادی چیره دست بود، در کار تحقیق و گردآوری موسیقی ملی ایران نیز زحمت فراوان کشید و آثار گرانبهایی به یادگار گذاشت. در آهنگسازی نیز آنچه از او باقی مانده بکر، استادانه و زیباست. از آن جمله 4 مضراب‌های زنگ شتر، سامانی و بهارمست برای ویولون و 4 مضراب معروف ماهور برای ستار و قطعات در قفس به زندان و کوهستانی را میتوان نام برد که هر یک نمونه طبع آفریننده و مهارت فنی اوست. در برنامه امروز گلچین هفته قطعه کوتاهی از استاد صبا را در بیات ترک با ویولون خود او گوش کنید. همین قطعه را که هنرمندان گرامی ما محمد رضا لطفی، حسین عمومی و ناصر فرهنگفر با تار و نی و ضرب اجرا کرده اند، همراه با گوشه هایی در بیات ترک خواهید شنید.
قطعه‌ای از استاد ابوالحسن صبا را همراه گوشه‌هایی در بیات ترک با تار محمد رضا لطفی، نی حسین عمومی و ضرب ناصر فرهنگ فر شنیدید. حالا به ترانه کردی دامنکشان ساخته حسن کامکار گوش کنید. جا دارد یادآوری کنیم که برخی از ساخته‌های کامکار به سبب هماهنگی کاملی که با موسیقی اصیل کردی دارد به نام ترانه‌های محلی کردی معروف شده است. ترانه دامنکشان را فرهاد فخرالدینی تنظیم و سیما بینا به همراهی ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران اجرا کرده است.
عاشقان ریزد من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. چو در دست از رودی خوش بزن مطرب سرودی خوش که دست افشان غزل خوانیم و با خوبان سراندازیم. ترانه کردی دامنکشان ساخته حسن کامکار را با صدای سیما بینا به همراهی ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران شنیدید. حالا به ترانه دل شیدا با صدای شجریان گوش کنید.
ترانه زیبایی که شنیدید اثر علی اکبر شیدا، ترانه سرای معروف بود که با صدای شجریان به همراهی گروه شیدا اجرا شده. برنامه امروز گلچین هفته را با رنگ ماهور اثر درویش خان به پایان میبریم. این رنگ را که به نام قهر و آشتی معروف است، گروه فرهنگ و هنر به سرپرستی فرامرز پایور اجرا کرده است.
66مین برنامه گلچین هفته در اینجا به پایان می رسد. تا هفته دیگر، خدا نگهدار.